سلام به دوستای عزیز و نازنینم. امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون عالی و خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم با یک تکنیت قهوه. نیتاتون رو در سر بگذارانید. من از طرف شما نیت میکنم. نیت من نیت شماست. دوستان فال ما زمان خاصی نداره. هر وقت دیدید نیت کنید و جواب نیتتون رو دریافت کنید. بریم ببینیم چه شکلی افتاد. بله بسیارم قشنگ و خوب. شکل شبیه قایقی که روی آبه، وسطش سایه پررنگی مثل آدمی که تو قایق نشسته و یه رد باریک پشتش انگار که مسیر آب رو شکافته. از نظر احساسی خیلی معنا داره. قایق یعنی رابطه‌ای که وارد یه دوره آرام ولی عمیق شده، نه طوفانی. رابطه‌ای که در حال حرکت آهسته و پیوسته پیش میره. اون سایه پررنگ وسط قایق نشون میده که یکی از شما بیشتر درگیری عشق هستید، سنگین‌تر فکر میکنید، احساسش یه نفر عمیق تره ولی شاید کمتر بروز میده. احساس عمیقه ولی بروزش کمتر هست. یه رد باریکی پشت قایق مونده، یعنی گذشته این رابطه هنوز اثر داره. یه خاطره، یه حرف، یه اتفاقی که هنوز ته دل یکی مونده. ولی مهم اینه که قایق در حال حرکته، یعنی ایست کامل نیست. اطرافش کاملا سفید و خلوت. یعنی این رابطه فقط تحت تاثیر 2 نفر. یعنی این رابطه بین 2 نفره. اطرافیان درش دخالتی ندارن. شاید هنوز خبر ندارن از این رابطه. به هر حال دخالت بیرونی دیده نمیشه. مسئله بین خودتون هست که قابل حله. اگه دلخوری بینتون پیش اومده میتونید که با حرف زدن اونو حلش کنید. بعضی وقتای سوء تفاهم هایی پیش میاد که وقتی آدم مطرح میکنه میبینه که اونطور که فکر میکرده نبوده و حل میشه. از نظر حسی و احساسی این فال میگه که یک احساس آروم اما عمیق وجود داره. یه نفر داره سکوت میکنه ولی فکرش خیلی درگیره. یه گفتگو جدی میتونه جهت حرکت این قایق رو عوض کنه. و شکل قایق روی آب معمولا خبر از یه تغییر فاز احساسی میده. یا حالا از بلا تکلیفی وارد شفافیت میشین، رابطتون جدی‌تر میشه، از حالت بلا تکلیفی بیرون میاد، شفاف میشه، یا از سکوت کردن وارد حرف زدن میشه. بالاخره فاز این احساس عوض میشه و مرحله عاطفی تر و احساسی تر واردش میشید. امیدوارم که جواب نیتاتون رو دریافت کرده باشید. دوستان اگر این ویدیو با نیتتون همسو بود برام کامنت بذارید لطفاً. اگه ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون بفرستید، لایکش کنید. با این کارتون به من انرژی میدید و این انرژی به طرف خودتون جاری میشه. دوستان خوبی های این فال رو بگیرید و بقیه رو بفرستید بره برای کائنات. چون همه این مطالبی که گفته شد در مورد یک نفر صدق نمیکنه. شما خوبی های اونو بگیرید ازش. اگه کانال رو تا به حال سابسکرایب نکردید خوشحال میشم کار انجام بدید. تا فالهای بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.